این دین عجیب است. الله سبحانه و تعالی میگه ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوام. این در پیشانی ما نوشته کنیم خلاص، یعنی الله که رب العالمین است میگه که این قرآن شما را برای محکم متین هدایت میکنه. بس دیگه خلاص شد. ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوام. وقتی که برای اقوام ما را دعوت میکنه و ما را هدایت میکنه، دیگه به این متمسک باشید، تلاوتا و تدبرا و تعلیما و تعلما، در هر حالت متمسک به کتاب الله سبحانه و تعالی باشید. کلما اقتربت من کتاب الله قویت، هر چقدر که به کتاب الله نزدیک شدی قوی میشی. و کلما ابتعدت ضعفت، هر چقدر که دور شوی ضعیف میشی. قرآن است تلاوت میکنیم اما اثرات نیست، هیچ نمیبینیم. یک نفر از صبحی 3 بار تلاوت کرده بینون ای فلان تا اینطور. اون قرآن را صحیح نخوانده. نماز خواندیم اما صحیح نماز نخواندیم که الله میگه ان الصلاة تنهی عن الفحشاء والمنکر. نماز یک از فحشا و منکر باز نداره، خود نخوانده، نماز نخوانده، تلاوت صحیح نکرده. بازم تاکید بگیم به این نقطه که مخلص باشید، به اخلاص، یعنی بفهمید. فهمیده شد که ما مخلص باشیم، به اخلاص کار کنیم، بفهمیم که در الله. به خاطر از این که در عکس خواندن میریم چی کردی خواند ما چی اثر کرد سر تو. اینطور نکنیم که در کجای قرآن رسیدیم، اینطور فکر کنیم که قرآن در کجای ما رسید. فهمیده شد؟